درود بر شما. همونطور که میدونید الان فصل میوه سیب در کشور سوئد. بریم که یه شیرینی خوشمزه با این سیبا درست کنیم. سیب‌ها رو ریز ریز خرد میکنم، میریزم داخل مایتابه، با مقداری کره تفتش میدم. همونطور که دیدین مقداری پودر زنجبیل، دارچین و همچنین عسل هم بهش اضافه میکنم. به جای عسل میتونین از شکر استفاده کنید. حالا اونها رو به این صورت روی سینی فر قرار میدم. این خمیر هزارلاست که بازش میکنم و به 6 قسمت تقسیمش میکنم. روی هر قسمت شیارهایی رو ایجاد میکنم تا بهتر پخته بشه. خمیر هزارلا رو روی سیب‌های سرخ شده قرار میدم و اطرافش رو به این صورت فشار میدم. فر رو از قبل گرم کردم با دمای 250 درجه سانتیگراد. سینی رو روی طبقه اول قرار میدم به مدت 10 دقیقه تا روی اون کاملا برشته و طلایی بشه. عجب عطر و بویی داره این پای سیب خوشمزه. جای همگیتون خالیه. اجازه میدم که 1 رو بمونه کاملا خنک بشه، بعد برش میگردونم و روش مقداری گردوی خرد شده میریزم. من خیلی شیرینش نکردم چون طعم ترش و شیرین سیب رو دوست دارم، ولی شما اگر دوست دارید میتونید مقدار بیشتری عسل یا شکر بهش اضافه کنید. همینطور که میبینید خمیر کاملا باز شده و حسابی پف کرده. دلیل برش هایی هم که روش ایجاد کردیم همین بود که یه وقت سیب آب نندازه و خمیر رو خراب نکنه. حالا ببینم من میتونم یه دست اینو خوردش کنم، یه تیکه ازش ببرم یا نه. همونطور که میبینید حسابی برشته شده و حسابی عطر خوبی داره. طعمش هم عالیه. حتما امتحانش کنید.